الرحمن الرحیم. درس سلسله ذکر لفظ الله خلاص شد. نیت داریم که انشاءالله 99 نام پروردگار را خصوصیتش ما به عزیزا و دوستا بیان کنم تا اینکه به برکت ذکر نام الله مشکلاتشان حل شود. چرا خدا پادشاه حقیقی است، مشکل کشاست، حاجت روا. صدا کنید ولله الاسماء الحسنی، صدا کنید به نام الله تا اینکه عزیزانی که راه را گم کردن، تا اینکه ما راهی که گم کردیم به ذات یکتا و قوی و غالب را صدا کنیم، نامهایش ذکر کنیم تا اینکه ما گمشدگی های ما پیدا شود، تا اینکه برکت ذکر نامش حل مشکلات ما شود. دویم نام پروردگار که اسم صفتیش است الرحمن. الرحمن، الرحمن یعنی بسیار مهربان و بیش از حد رحم کننده. معنای الرحمن همیست. بیاییم که چند خصوصیت دارد همین اسم الله، همین اسم صفتی الله چند خصوصیت دارد. معناش چی؟ بسیار مهربان و بیش از حد رحم کننده هست بر بالای بندگان. یک، در صورتی که بعد از نمازها، از هر نماز، بعد از هر نماز 100 مرتبه خوانده شود الرحمن الرحمن الرحمن، این تو خوانده شود، فایدهش همیست که اثر فراموشی و غفلت از قلب دور میگردد. قلبی که غافل باشه فراموشی بعضیا ایجاد میشه. الرحمن ذکر کو، فراموشی هایت از بین میره، ذهنت که چیز را فراموش میکنه از بین میره، غفلت قلبی تم دور میکنه. سوم، و در کارهای دنیوی موفقت میگردانه پروردگار به برکت همین نامش. دوم، هر کسی که الرحمن را به کثرت بخواند، فایده اولش چی بود؟ گفتم اثر فراموشی دور میشه از فکرت، غفلت قلبی دور میشه، در کارهای دنیوی موفق میگرداند الله. دیگه اگر به کثرت این الرحمن زیاد یاد کنی، 100 مرتبه مثلا بالاتر، از هر امر ناشایسته محفوظ میمانی. این در کدام کارهای ناشایسته و خلاف اخلاقی خدا نخواسته که اگر مبتلا میشی، امین الرحمن را به کثرت ذکر کن، الرحمن الرحمن بگو، از کارهای ناشایسته و برکت همین اسمش پروردگار تو را مأمون و محفوظ منه. کار ناشایسته انجام نمیدی، کار ملامت آوری از تو سر نمیزنه. سوم، در صورتی که الرحمن را نوشته شود در یک کاغذ و او را آب کرده شود، اگر انسانی که به تب، و تب که میگم جان انسان که گرم میشه، تب یک جمله علامه تاثیرات آتش است، انسان را میبره، بخی در اصطلاح ما بخی حنایی میگه، کور میگه کسی را که تب ببره. خلاصه الرحمن نوشته شود در کاغذ و آب بر آب بینداز، آب همین نوشته را برای انسان تبدار بیتی، خداوند به برکت همین نامش تبش را برطرف میگردانه. چهارم، هر کسی که 298 مرتبه، هر کسی که 298 مرتبه بعد از نماز صبح بخواند، خداوند متعال نهایت سری آدم رحم میکنه. 298 مرتبه را بعد از نماز صبح بخوان، نهایت رحم الله سرت میه. هر کسی را که الله رحم بکنه، زیر رحم الله زندگی بکنه، امروز تمام کارایش پروردگار برآورده میگردونه. پنجم تأثیر و فایده و مفاد الرحمن، کسی که 41 روز روزانه 41 مرتبه 41 روز اینا شروع کنه وظیفه را، 41 روز روزانه 41 مرتبه یا رحمان الدنیا والآخره و یا رحیمهما را بخواند، حاجت مهمش برآورده میشه. چی حاجت مهم و اهم داری؟
چی در دلت میگرده که بسیار مهم است رسیدن نمیتانی، ایره بخوان. 41 روز، روز 41 مرتبه. یا رحمان الدنیا والآخره و یا رحیمهما، همه کار مهمی تعالی برآورده میگردانه. ششم فایده ذکر الرحمن، هر کسی که میخواهد پیش شخص ظالم و ستمگر برود، ظالم است رفته میزنید، رفتت بندید میکنه، پیش از اینکه پیش ظالم بروی، قبل از رفتن به نزدش یا رحمان یا رحیم را بخوان. خداوند متعال از شر و از ظلم و از تجاوز و از زد و بند همچون ظالم خداوند نجاتت میده به برکت کلمه رحمان. بناهن این بود صفت خداوند که یا نام صفتی خداوند که رحمان است، به برکت 6 خصوصیت داشت که برکت این ذکر خداوند متعال تو را چنگال ظالم و از شر و لطکوبش الله به برکت نامش مأمون و محفوظ نگهتان می‌دارد.